دوستان عزیز سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه، سلامت باشید. دوستان عزیز میخواستم یه خدماتی رو به دوستان عزیز که از من پرسیده بودن خدمتتون بدم که شما خب در هر جای اروپا که زندگی میکنید فرقی نمیکنه، در جرمنی هستید، فرانسه هستید، اتریش هستید یا هر جای اروپا که هستید و کار میکنید، درآمد دارید، یعنی کار درآمد شخصی دارید و همزمان پاسپورت کشور افغانستان رو هم دارید، یعنی پاسپورت اورجینال کشور افغانستان رو دارید، دیگه لازم نیست به این دفاتر مسافرتی برید و یا اینکه خدمتتون عرض کنم درخواست ویزای ترکیه داشته باشید. شما میتونید نهایت 5 دقیقه، بیشتر زمان نمیبره که درخواست ویزای ترکیه داشته باشید به صورت آنلاین که من اون بالا گذاشتم. البته این مقدار باید یه فرم رو پر کنید، تکمیل کنید که این فرم مشخصات شما رو میخواد و خب باید اینو کامل بشه. دوستان که خواستید من کمکشون میکنم، خواستن به اصطلاح ویزای ترکیه رو بگیرن بدون مراجعه حضوری به سفارت، یعنی لازم نیست شما حضوری مراجعه کنید، شما ویزای آنلاین درخواست میدید. من میتونم کمکتون کنم، بهتون توضیحات بدم و غیره. در ضمن اونم سایتش هم بالا هست، اون قسمت بالا رو نگاه کنید، نوشته خودتون میتونید کار رو انجام بدید. و یا اگر فرصت نداشتید من میتونم این کار براتون انجام بدم، اگر مایل بودید دوست داشتید و بهتون کمک کنم. این ویزا برای کسانی است که کار میکنن و همچنین پاسپورت کشور افغانستان رو دارم، در هر جای اروپا فرقی نمیکنه. این ویدیو برای دوستان بفرستید، شیرش کنید تا اونها هم از این ماجرا خبردار بشن که امکان گرفتن ویزای غیر حضوری و آنلاین برای ترکیه رفتن وجود دارد.